صنعت و استعداد همون زمان روی آب میبراید که واقعا هم هنرمند و یا هنرپیشه بالای خود کار میکند. اصلنشاه رحمت‌اللهیف از زمره آن هنرپیشه هایی است که واقعا هم در ساحه سینما و تئاتر نقش خود را گذاشته است و شاگردان را تربیت کرده است که امروز میراث او را پیش میبرند. اصلنشاه رحمت‌اللهیف در کارش صادق است و همیشه تلاش می‌ورزد که در ساحه صنعت سینمای تاجیک باز هم کارهای ناکرده را انجام دهد و معرفیگر سینمای تاجیک باشد. سلام میگویم بیننده همیشگی تلویزیون سفینه. این لحظه ها قصه میکنیم از روزگار یک نفر هنرپیشه تاجیک و میبینیم که چه کارهایی را انجام داده است که برای دیگران نمونه عبرت است. اصلنشاه رحمت‌اللهیف 21 سپتامبر سال 1954 در دهه پوشیدن ناحیه وسیع ولایت ختلان به دنیا آمده است. از دوران نورسی پسر شوخ و بیقرار بود و همیشه کوشش میکرد که خود را در سیمای قهرمان‌های افسانه‌ای دریابد و نزد اهل عائله نغمه‌هایی را به جا می‌آورد که پدر و مادر انتظارش نبودند. سال 1957-58 در تاجیکستان یگان شبکه تلویزیونی عمل نمی‌کرد، اما نفرانی بودند که فیلم‌های خارجی را به هر طریق در شهر و دهات نشان می‌دادند. او نخستین بار در سن 3 سالگی فیلمی را تماشا کرد و به صنعت سینما دل بست. من درون دکمه درون و همین تمام زندگی دوام داد. من همه وقت میکشیدن، صحنه میبراوردن، مکتبم رفتم همین خیل. از همون کودکیم همین خیل یک شیفانیرچه داشتیم، پشت شیفانیرچه به صحنه چه کرده بودم. وقتی که میمون ها می اومدن من الکی هیچ نباشد 10-15 دقیقه برای بایه ها برآمد میکردم. اونها من در قنفید میدودن، دوستانی پدرم. انا خیلی گفتم چیش همین ده. مکتب رفتم، اونجا با هم دیدن، گرفتن، بردن، در کروژوکشون جو کردن. همین طریق به بحر بپهنا چون شناور وارد گشت و از قعر آن مروارید امیدهایش را دریافت. در سن 14 سالگی ایدئال خود هنرپیشه حقیقی سرگئی بندرچوک را دید و با کسب و هنر و صنعتش دل باخت و گفت. همراه مادرم مسکو رفتیم، در اونجا با کینماتوگرافیستان تاجیک رو خوردیم در مهمانخانه. آنها ما را تکلیف کردن به دوریت سیزد، قصر سیزد. در اونجا کینه فستیوالی عمومی جهانی بود. مادرم رفته نتونست چون که وای مجلس داشت، من روان کردن. اولین مراتبه کینه فستیوالی جهانی دیدم. در اونجا سرگئی پیوچ بندرچوک دیدم. وقتی که پیر بیزوخفه وای نمایش میداد، 3-4 سریش پیش از همون برآمد و با این خیلی مردکی زیبا، پیر بیزوخ، عینک پوشیدگی، سبسفید، سیلیندر در سرش، عجیب بود. اولین بار از دهن من برآمد اوه اگر ارتیست باشی، هنرمند باشی، انم خیلی هنرمند باشی. روز از روز خیالهایش به هم پیچیده تر می گشتند و آرزوهایش یک یک عملی می گردیدند. سال 1971 برای دریافت استعدادهای نادر از شهر مسکو یک زمره متخصصان به تاجیکستان آمدند و جوانان را برای تحصیل در انستیتوت دولتی عمومی اتفاقی کینماتوگرافی شهر مسکو جلب کردند که میان آنها بخت برای اصلنشاه رحمت‌اللهیف نیز خندیده بود. او سوار طیاره شد و پرواز بلند کرد و به شهر آرزوهایش رسید. در آمدم برای امتحان سپاری، برای درایم سرگئی پیوچ بندرچوک شده است. یه دیگه امتحان سپاری فراموش کردم. اول پرسید که تو چه خیلی اکتیور شدنی؟ من گفتم من تراژیک شدنی، اکتیوری فوجیه شدنی. همین گپا گفته بودم که عینکش از چشمش رفتید. خیلی خودم باری که وای نیلون نوی کرتای پدرم پوشیدم، همینجا کشیدم تو همینجا، وای تو اینجا بود، آستینش تا اینجا که کلانتر تو بامده. چند سالت گفتم که من به نزدیکی 17 میشم. وای گفت 70 دمی تو بی. گفتم چی با؟ گفت اینجا تین خیلی خودش هم همین خیلی یک تا از وای من 2 تا. اینا گرفتنده کار، اینا عادت نکنین خیلی. گفتم جای ما افتاد. اونجا با گفتم هنرمند در اون تیپه
تماشابین در این تیپه آفتاب روی هنرمند میزند قواقات این خیلی میشه. من خیلی گم میزنیم گفتم نه خیلی یک کاری کنم که همینو من قبول کنم. خیلی گفتم که تراگیک میشم. گفت خیلی برو میبینیم از تو چه هنرمندی فاجعه‌ای میبرد. همین طریق تحصیل کرد و نازکی‌های صنعت سینما و کارگردانی را از استادش آموخت. او بیشتر میخواست در سمت کارگردانی مهارتش را سنجد، ولی سرگئی بندرچوک همیشه کوشش میکرد که او اولین شده مهارتش را در سینما سنجد و نقش‌های عالی را اجرا کند. استاد من میخوام با رژیسوری با 2 سال دیگه ایستم چی؟ گفت نه من توی خانوادگی این کسب دارم. من اول اینکه یک شاگردی درست باید برارم، چون که این اولین کاری استادی من است. تو اولین شاگردی منی. اول رو قایل کن مردم هنری اکتیوریت کتی همین کسب همین من خودم اجازت میتیم که تو کاری رژیسوری کنی. تو همون دمی که خودت نشان نمیدی من با تو فخر نکنم، تو اون وقت رژیسوری به دست نمیزنی. اول همچون هنرمند اثبات کن. پس از مرگ استادش سرگئی بندرچوک او به قول خودش تنها مانده بود و عزم کرد که به هر آستانه‌ای که آنجا بوی سینما به مشام میرسد قدم گذارد و به هنرش هنر ضم کند. از بس که به خودش باوری داشت توانست که پیش اراده‌اش استوار ایستد و قدم به قدم نردبان صنعت را فتح نماید. اصلانشاه رحمت الله میگوید شمی که شما میبینید بیشتر از من دیده او مرا خوبتر و بهتر میشناسد. آن قصه ها، آن فیلم نامه ها، آن کارهایی که من با شما رساندم البته او شاهد واقعه بود و هر لحظه که چراغ را خاموش میکردم البته که شمع را فروزان مینمودم تا قصه های ناشنیده و ناگفته را روی اوراق آورم و بگویم که منم اصلانشاه رحمت الله ممتاز راه صنعت و می توانم که کسبیت خود را معرفی کنم و بهتر و بیشتر برای صنعت سینمای تاجیک کارهایی را به شما رسانم که برای دیگران نمونه عبرت باشد. اصلانشاه رحمت الله یک مدت در تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه کار کرده است. این هنرپیشه صاحب استعداد در نمایشنامه‌های گاملت، کاروان بخت، حادثه غیرعادی، شاه لیر، مردان نمیگیریند، وقت شهر خوابیده است نقش آفریده است. از سال 1994 هنرپیشه و کارگردان تئاتری آینه می باشد. با استاد اصلانشاه رحمت الله خوردم. عجیب در نزدیک تئاتر لاهوتی تصادفاً خوردیم. در ولاسپد می اومدن و خود هم صحبت شدیم. من گفتم این قدر شاید هنرمندی هشتنگار است، شوخ است و این قدر جدی صحبت کردن که من حیران شدم. اکی و بالا گفتم چیش میگه هنرمند جدی را کارده میگید و بعد میفهمید و با سوال داد که برای چی هنرمند معروف است و ماشین ندارم با ولاسپد میگردن و گفتن که این مشق بدن میکنن. این اشیا که بعد میفهمی. قصه کوتاه برای ما اصلانشاه معممون تا همزمانی که در تئاتر آینه به کار آمدن و در تئاتر آینه هم آمدن و کوشش کردن که یک استودیوی خرد آینه را کشویند و همین خیلی هم شد. یک استودیوی بناورگری فیلم کشودن در تئاتر با نام آینه. این سهمی به واسطه اصلانشاه رحمت الله باشد. با کدام هنرمندای بزرگی لسیه در اونجا نقش نمی‌آفریدن، آنها بزرگی این آدم را درک کرده با این آدم مستر گفتم مراجعت میکردم. من در همین حالت فهمیدم که برای چی مسترسکای میگفتن. یکی در عالم کینو انا مستر گفتم مراجعت کردن، این از یکی اکادمیک پروفسور دکتر گفتن این گپ است. این یکی عنوان بهت بلند است. در فیلم ها بیشتر نقش آفری کرده است. طوفان در وادی، 7 داماد دزدیده شده، واخوری در دره مرگ، رابطه، سرگذشت موکای خوردکک، دوستان را نمی فروشند، قصاص خورد، قاش به قاش، گم شده یافت شد. اینچنین فیلم های استحصال دیگر دولت ها، حلیمه، ساعت کامندنتی، تعمیرگر، بازگشت، افسران،
تقویم انتظاری، ذخیره طلا که هر یک نقشش به قلب بیننده‌اش مسکن گرفته است. فقط همی که گفتم که اگر واش بخرم، اگر زنده مانم، قصاص من میگیرم. قصاص میگیرم ایو درنده بزن در افتادگی. من از تقدیرم از قسمتم راضی هستم که با چنین هنرمندان همکاری دارم، همکاری کرده شدم و نیتم هست باز همکاری میکنم. اصلا در عالم کینو ما با تشبث خودی اکه اصلا شما آمدم و خوشبختانه نمیدونم او در من چی پیدا کرد که کدام جایی که میرفت میگم من همراه ابو و برای من یک مایه افتخار است. استاد اکه اصلانشو رو در تلویزیون میدیدم. هم فقط وقتی که من وقت مایده بودم، وقتی که یگان فیلم در تلویزیون نشان میدادن یا سپیکتاکل، من خیلی خرسند میشدم، نگاه میکردم. با اون که از نقش آفری کردن روبرو بسیار مشکل است. حتی با منی که مثلا زیاده از 20-30 فیلمی که حاضر پیدا شد، تا حاضر من میترسم اون که روبرو نقش آفری کردن، چون که کسبیتشون بینهایت بالا است و در سینما با اون که بازی کردن در مدل 8 سیامکا کردن با پلانی بین بسیار و پلانی نزدیک بسیار مشکل است. برای بسیار متخصص خوب بودن در کار که با اون کس чашем по чашем кор кардан. Мастер есть мастер, там, про него и говорить не надо много. Он всегда поможет, всегда подскажет, сделает так, чтобы, например, по его совету, чтобы ты сделал шаги вперед. وایدودواشایم که در دوران استقلالیت با کارگردانی اصلانشاه رحمت الله فیلم بود نبود روی نوار آمده است که به نهایت ذوق‌آور است. حیات میآید. دیو به حضور اومدگیر. هنگامی که ما با عکس‌های ایشان نظر کردیم واقعا هم سالهای پیش به خاطرمان آمد، چون در نمایشنامه‌های زیاد نقش آفریدن، در فیلم‌ها نقش آفری کردند. همه عکس‌ها الکی روبروی ما ایستادند و بازگو می‌کنند روزگار گذشته ایشان را و ایشان توانستند که در راه سینما و تئاتر یک زمره شاگردانی را تربیت کنند، از جمله شهرت رحمت اللهیف، فریدون شاه رحمت اللهیف و سیاوش رحمت اللهیف و گلدخترانش هم نیز توانستند که در یک چند فیلم ها نقش بازی کنند، رخساره، آزاده و هرگاهی که استاد یعنی سر سفره جمع می آیند البته تلقین می کنند که ما باید یک عائله نمونوی باشیم و توانیم که معرفی کنیم این وطن را، یعنی نام رحمت اللهیف ها را، و آنها توانستند که الکی به صنعتشان ارج گذاری کنند و هنرشان را معرفی کنند میان مردم تاجیک و میان مردم سیاره. اکنون میگذاریم و قصه میکنیم اطراف هنر و استعداد شاگردان و فرزندان ایشان. سرگی فیودویچ بندرچوک هم میگفت که همین کسب ما یک نقضی دارد. استاد شاگرد نمیکوبند، شاگرد و استاد میکوبند. ما میکوبند، میابند، ما تربیه میدیم. همین گپش درست بود است، چون که بیشتر شاگرد خودشان میکوبند، میابند، درد دیلشان رو میگویند. من میفهمم از روی همون فهمیش خودشون و از روی همون جهان بینی خودشون یک راه نشان میدیم که برای وی دشواری نکشد، برای اونه که همون به همون مقصدشون رسیده توانند. امروز هم همچون استاد تربیتگر هستند، چی در خانه چی در شاگردانی که امروز در تئاتر کار و فعالیت دارند. این از خود هر شخص وابستگی دارد. از استاد چیزی رو برای خود گرفتن، یک جوهر برای خود جمع کردن. هر یکی ما شخصیت هستیم در زندگی. کدام وقت شخصیت میشیم؟ وقتی که گفته‌های اون نفرانی که در زندگی تجربه زیاد دارند، یک تحکرسی مستحکم دارند در ساحه کینو. اگر هر چیزی که استاد گفت شاگرد برای خودش همچون صندوقچه یک ذخیره اگر جمع کند، اون وقت یک چیز گرفته میتواند. سجده رحمانوف از زمره آن هنرپیشه هایی است که کار را از تئاتر لاهوتی شروع کرد
از هنرپیشه‌های کسبی نازکی‌های صنعت تئاتر و سینما را آموخت. او ابراز می‌دارد اسلن‌شاه رحمت‌اللهیف نفر است که در این جاده مرا راهنمایی کرده است. اولین قدم‌هایی که مستقلانه در صحنه تئاتر لاهوتی موندم در نمایشنامه امتحان در صحنه هم پارتنرم بودیم و بغیر از هنرمند بودن در اونجا نقش آفریدن دویم کارگردان یعنی که یاردمچی کارگردان تورخان احمدخانов بودن و ما جوان‌ها نو قدم‌های اولین رو در تئاتر لاهوتی می‌موندیم و نقش‌ها رو می‌آفریدیم. با ما алоҳида کار می‌کردند. بغیر از این باز در تئاتر یک نمایشنامه‌ای که خودمون یک جا گرفتیم ما نمایشنامه حجبی بود دوغیج اونجا ما بسیار کار کردیم. بغیر از در صحنه تئاتر باز در تلویزیون نمایشنامه کودکانه بود الفبا جان الفبا ما از دنیای اکران یعنی که تلویزیون کم باخبر بودیم. اولین درس‌ها رو گویم که همچون استاد آموزاندن خطا نمی‌کنم برای که استاد اولین من در سمت تلویزیون رحمت الله هستم گویم این غلط نمی‌شود. Рано, не смей. Не надо, у меня есть. در فیلم واقعه در فرودگاه، گمگشته پیدا، امک غمخوار، بود نبود، احزان و باز چندین فیلم های دیگر با هنر او روی نوار آمده است ولی تا هنوز استعداد، هنر، ملکه و صنعتش در فیلم ها با پرگی گشوده نشده است. مردک با خوبی میگم رفته از دخترها کاغذ گرفت که شما شوخی کردید. نه نمیگم نباشد اما کم بزنگ میزنم. سوجیده چی در زندگی چی در صحنه صمیمیه. این خصوصیت بسیار عجیب است. این اگر همین صمیمی شده تونی علال خصوص در اکران در صحنه تماشاگین تو با که باور کرد با قهرمانی تو که باور کرد این بردی تو است. سوجیده در این جهت هم تو ندارد. قهرمان هایی که برآورده است و مخلص های خودش دارد علال خصوص بین زن ها بسیار هنری او رو میپسندند. من بسیار وقت فکر میکردم برای چی بیشتر زن ها برای هر کدام او من گمان میکنم که چی گویم دل همونو یافتگی است از دل همونو گم میزنند. زیاد از 25 سال است من در ساحه هستم. من یک چیز حس کردم که حالا تا به حال ساجده رحمانова همچون هنرمند کشوده نشده است. شعله های آتش دارند از جمله در سپکتاکلی که پدر کارگردانیش میکرد در پرواز سبزمناز دختر زنی دروازه بازی میکرد بسیار عجیب بود. بعضی شعله هاش هست لیکن به فکر شخصی من هنرمند تا حاضر کشوده نشده است. در اویله رحمت اللهیف ها 27 فوریه سال 1974 طفلی به دنیا آمد که به او نام نهادند شهرت. واقعا او در یک مدت کوتاه سزاوار نامش گشت. یعنی پس از ختم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی تاجیکستان سال 1996 کار را از تئاتر دولتی روسی به نام مایاکوفسکی شروع کرد و همین طریق راه تئاتر و سینما برایش بازگردید. هرچند نقش اولین او سال 1991 در سینما بود ولی بیشتر در صحنه تئاتر او پخته و سفته گشته است. همین طریق کارگردان ها به شهرت رحمت اللهیف نقش های موافق را پیدا کرده به فیلم آفری دعوتش میکردند. گپ در سر اون که از مکتب به ما شکایت آمد که دخترتون زیاده از 2 هفته می شود که به درس نمی رود. میخواستیم سببش رو فهمیم. گپ در کجا؟ دختری من باشد نمیخواند. من این رو نمیخواهم. برای چی؟ شهرت وقتی که اومد برای داخل شدن به دانشکده صنعت یک قدر حق استادی هم دارم کمک کردم که داخل شود چون در جوهرش است الکی با خون جوری از صنعت از او صنعتکار خوب برآمدنش الکی معلوم بود استعداد الکی معلوم بود خب فرزندها الکی پیروی ما هم نباشند که در خون اینها صنعت جوش میزند چرا نه شاید یک نفری که در جای اینو اگر همون نقش رو می آفریدن
муваффақ ҳам мумкин намешуданд. ман фикр мекунам аввал муваффақ шудан шояд аз коргардонҳо вобастагӣ дорад ки чӣ гуна бо ҳунарпешаҳое ки дар соҳаи санъат касбӣ нестанд онҳоро тайёр мекунанд. дуюм ин ки агар ҳамон нафаре ки ба нақш даъват мешавад як ҷавҳаре дар дохилаш дошта бошад дар соҳаи санъат, кор кардан баровардан як чизи хуб осонтар мешавад барои коргардонҳо. шӯҳрат тавонист ки имрӯз ҳунари ҳунармандони миллати тоҷикро ба дигарон маъриф кунад ва бе ягон муболиға шӯҳратшо тавонист. не ки боз ҳамна гапи мактаб аст. мактаби падар ки ҳаст ба он мушкил набуд ва бинед ки дар чанд филмҳои русӣ чиқадр ба завқ даъват мекунад. ҳозир ҳам дар ҳар ҷо бошад шӯҳратшо. ман ифтихор дорам ки чунин ҳамватан дорам, чунин ҳамкас дорам, чунин як шахсе ки имрӯз метавонад ки бе ягон дудилагӣ ҳунари баланди театрро ё кинои тоҷикро ба ҷаҳониё маърифӣ кунад. аз хона баромадаму зеборо дидам. ӯ дар кораш гоҳу гоҳе аз падар маслиҳат мегирад ва аксари вақт кӯшиш мекунад ки худ новар бошад ва ба мероси падараш тавре арз мегузошт ки ҳатто худаш пай намебурд. اون در خون است. آموختن گویم که نآموختم این دروغ است. هر وقتی که فیلم هایشون رو تماشا میکردم، در وقتی دانشجویی، هر وقتی که کار کردنشون رو میدیدم، من میبینم که در بالای خود در بالای تکست، در بالای کسب کار میکنن. از او چیزی میگیری خواهی نخواهی. من مثلا اون کس هم عادت ندارم، من هم عادتی چیزی پرسیدن ندارم در بابت کسب. چون که روش های ما گوناگون است. اون کسا با طور خود یک شخصیت موفق هنر هستند. در وقتی دانشجو بعضی کمبودی ها هم میشود یا نفهمی هایی که میشود ما البته مسئله میگرفتیم. حتی تئاتر روسی رفتن هم سببشون اون کسا میباشند پدر که از این بسیار و بسیار من میندار است. من گمان میکنم که تو آنی که حاضر کرده است برای من اکنون سخت گیریم. من میدونم که ویم بسیار درونش بوی است. وی از این کردگی رو زیادتر کرده میتواند. کوشش هم کرده ایستاده است. آدمی چی نیست. آدمی مهنتی است. همین رویه خودش که رفتن گیرد در آیندهش باز بهتر میشه. چون که خریداری خوب دارد از خارجه. Он великолепный актер. Вот это я могу сказать. Он читает мои мысли, читает мои эмоции, все. Он же актер, он уже чувствует человека, каково сейчас я чувствую. Например, если я в таком эмоциональном нестабильности, он уже понимает меня. Он начинает меня как-то направить или дает советы. Это для меня очень важно. شهرت رحمت‌اللهی در برابر نقش آفریدن در تئاتر و سینما باز به دوبلاژ فیلم‌ها نیز مشغول است و کوشش می‌کند که لحظه دقیقه‌هایش را با فنا نبرد، بلکه هر ساعت عمر ثمر دلخواه به دست آورد که این در لنته سینما بر اعلی نمایان است. مرگ بیگناه که همچون کارگردانی هم ایشان داشتند با همراهی البته استاد یونس یوسفوف. این مرگ بیگناه بود. همکاری کردیم. بعداً باز با کارگردانی استاد یونس یوسفوف فیلمی بود با نام تیری تقدیر که در اونجا اولاد بسیار با کلانتر نشان داده شده است. در اونجا آزاده هم است، در اونجا پدر هم است، در اونجا من هم هستم. خشکی باشد. بعداً فیلمی بود در روسیه ذخیره طلا، زیاده از 20 سری داشت، سریال. کارگردانی از دمیتری ماتوف، مراد علیف، با اونجا هم کاری کردیم. در یک فیلم بودیم اما با هم نبودیم. این فیلم افسران بود ولی فیلم روسیه افیسر. فیلمی بود نبود که کارگردانیشون همچون دیبیوت بود برای پدر. بسیار می‌خواستم که در اونجا نقش آفرم اما وضعیت همین گونه شد که من نتوانستم در اون فیلم نقش آفری کنم و تا حاضر پدر این رو بخشیده است. لیکن هیچ گپ نیست. اون مرحله در پیش است. امیدواریم که آن هم جای خود رو می‌یابد. یعنی که من منظورم
بخشیدن پدر نسبت همین فیلمی که ما نبازیدیم. در برابر شهرت رحمت‌الله خواهرانش رخساره و آزاده نیز در یک چند فیلم ها نقش آفریدند ولی کسب پدر و مادر را انتخاب نکردند. Когда я была маленькой, я не знала насчет актерства, режиссерства и все такое. Но когда выросла, где-то 3 годика или 4, папа мне сказал, что ты играешь в роль мальчика. Я сказала, что я девочка. Как? Как я могу сыграть роль мальчика? Он сказал, что у тебя образ как у мальчика, у тебя короткая стрижка, у тебя характер как у мальчика. Так что ты будешь сыграть этого. Это было осенью, очень холодно, в доме Юнуса Юсупова. Мы снимали фильм. Ну, меня заставили сыграть мальчика-инвалида. Я сыграла. Было очень сложно. Ну, в начале. Это же, конечно, маленький роль. Хоть я была маленькой, это было для меня сложно. دخترام رخسارم و آزاده اینویم ایامین 1.5 سالگیشون 2 سالگیشون علاکه اکران دیدگی نو چشمشون کشودن دیدن این جهانی من قطعی شناس من ساجیده قطعی آسان میدونید از روی چیکی اینو جهانی مویم میدونن آموختند علاکه این خیلی نافهمی نمیکنند اول همین مشکلی را در سرشون میزنم دیدید احوال من طاقت دارید طاقت داشتگید برانبر هستید کدومید که حس میکنید که این چیز وزین تر است و چی است به همون کسب نزدیک رفتار کنید. باز شما نگاه کنید زنی من به شما چه خیلی مانند است. فریدون شاه و سیاوش نیز میراثبران استاد اصلانشاه رحمت‌الله به حساب میروند. این دو هنرپیشه از عمک خود مصلحت گرفته و این جاده را انتخاب کرده اند و در چندین فیلم ها با هم نقش آفریده اند. فریدون که نزدم مایده بود اومد و منم گیگ میرم گفت های تیار کردم روان کردم رفت محنت کرد بعد رژیسوری تموم کرد بعد در کینوها رفتن یک 40 فیلم روسیه با یکی از اکتورهای دوست داشته همون روسیانو شد. Оказывается, Ланшо не знал, что я буду поступать в ВГИК. Я пришел к нему уже, будучи прошедший один тур. Так. Потом я к нему пришел, сказал: Ака, вот мне дали вот такое задание, там, дали басню выучить, это прозу, стихотворение. Он удивился: как ты хочешь поступить? У меня вообще было изначально другие планы, поступать вообще в другой вуз, это военный вуз, поэтому так получилось. Он удивился, но обрадовался и сказал: вот выучи вот это, вот это, вот это и вот это, и приходи ко мне. Я, соответственно, выучил все, через 2 дня пришел к нему, и он меня как бы научил, как это все сделать. И я пошел и сдал уже 2-й тур, потом уже 3-й, 4-й, потом поступил. مهنت و زحمت اصلانشاه رحمت‌الله بر بس نرفته است. سال 1998 عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2005 عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان را به او سزاوار دانسته‌اند. نفری که از مهر و محبت، از صمیمیت، از صدق مهنت میکند، البته که دیگران به مهنت و ارج میگذارند. چطوری که ما شاهد گشتیم به هنر و استعداد هنرپیشه ناتکرار تاجیک اصلانشاه رحمت‌الله فرزندان و شاگردان ارج گذاشتند و توانستند که پیشه استاد را انتخاب کنند و در این راه ممتاز کردند. قصه های ناگفته را ما در برنامه میراث
اطراف کار و فعالیت و روزگار ایشان براتان فکر میکنم قصه کردیم. در این لحظه ها با شما بیننده همیشگی تلویزیون سفینه خیر میگوییم تا لحظه دیدار.